سوزاندن قرآن و توهین به آن از خصلت کسانی است که در برابر قرآن خود را عاجز و مغلوب و حقیر می‌بینند و زورشان به سوزاندن و توهین کردن به قرآن می‌رسد. چند روز پیش در دولت شویتسیا یک بدبخت کثیف نسخه قرآن را آشکارا سوزاند و توهین به مقدسات مسلمانان کرد. البته وقتی می‌بینند که در قلب اروپا مردم دارند آهسته آهسته مسلمان می‌شوند و اسلام خود را آشکار می‌کنند، وقتی می‌بینند که در قلب اروپا روز به روز مسجدها زیاد می‌شوند و در یک مسجد هزاران نفر مسلمان جمع می‌شوند، ولی در معبد و کلیساهای آنها کسی نمی آید و آنها کاری کردن نمی توانند، زورشان به سوزاندن و توهین کردن به قرآن می رسد. گمان می کنند با این کارشان قرآن را تحقیر کرده اند و مردم از آن متنفر می شوند، ولی این خیال خام است، بلکه آنها با این کارشان قرآن را به اصطلاح رکلام می کنند. وقتی این کار زشتی آنها رسانه‌ای شد و جهان از آن آگاه شد، مردم درباره قرآن بیشتر فکر می کنند و بیشتر جستجو می کنند. چندین نفرانی بودند که بعد از چنین صحنه‌های قرآن سوزی به جستجوی حقیقت قرآن پرداختند و عاقبت مسلمان شدند و اسلام خود را آشکار کردند. با سوزاندن یک نسخه قرآن نمی توانند اسلام را نیست کنند، بلکه ضعف و ناتوانی و پستی و فرومایگی خود را در برابر قرآن نشان می دهند. حفاظت قرآن را خداوند خودش به عهده گرفته است که طول 100 ساله ها کسی نتوانست آن را نیست کند یا حداقل تغییر دهد. پس این فرومایگان هم با سوزاندن یک نسخه قرآن یا همه نسخه های قرآن هیچ کار کردن نمی توانند. هیچ کسی تا روز قیامت قرآن را از بین برده نمی تواند، اگرچه تمام نسخه های قرآن را آتش زنند. ای کاش کسانی که زبانهای انگلیسی و یا فرانسوزی و نمیسی می دانند به خاطر دفاع از قرآن و مقدسات مسلمانان صدا بلند کنند.